با این ذکر مصیبت بشنویم که چاره کار چیه. ببینید یک جامعه از یه شعار ساده آغاز کردیم، به این همه فاجعه رسیدیم و حالا این جامعه چه بخواد به این قضیه اعتراف بکنه چه نکنه، دوچار این قضیه هست از دید متخصصین جامعه شناس و روانشناس. چه راهی وجود داره، چه چاره‌ای وجود داره برای افراد جامعه؟ البته من برای فکر نمی کنم که در شرایط امروز جامعه ایران بدون تغییراتی خیلی اساسی در نظام آموزشی ایران، در وسایل ارتباط جمعی و در نقشی که دولت داره در جامعه بازی میکنه راه حلی از پایین وجود داشته باشه. ما متاسفانه جامعه مدنی قدرتمندی نداریم که در مقابل تبلیغات و در واقع هجوم تبلیغاتی دولت و شیوه‌های تبلیغاتی دولت بتونه وایسه و در واقع یک الگوی رفتاری و در واقع یک نوع فرهنگ دیگری را ارائه بده. تنها امیدی در واقع در این شرایط این جهانی شدن و ارتباط جامعه ایران با جهان است که از پنجره هایی که به دنیا وا میشه شاید پیام دیگری، فرهنگ دیگری، دنیای ارزشی دیگری وارد جامعه ایران بشه. دومش در واقع واکنش هایی است که خانم فرنودمشون اشاره کردن و من فکر نمی‌کنم که جامعه ایران را باید به صورت سیاه یا سفید دید، همونجوری که ایشون هم گفتن. یعنی در این جامعه بالاخره روشنفکران، نیروهای ما فقط امیدمون اینه که این آدم‌ها و این نخبگان جامعه و این رسانه‌ها بتونن به تدریج این فکرهای جدید و در حقیقت فرهنگ جدید رو وارد جامعه ایران بکنن و جامعه ایران شروع بکنه از خودش پرسش کردن و پرسشگری در مورد اون چیزی که داره انجام میشه در ایران. چون تا وقتی که این رسانه‌ها به طور کامل در اختیار دولت، نظام آموزشی ایران به طور کامل در اختیار دولت است و اونجا هر کاری بخواد و هر طوری بخواد با این بچه‌ها رفتار میکنه، میتونیم بگیم که بقیه ابزاری که ما در اختیار داریم برای تغییر جامعه متأسفانه ابزار محدودی هستند و امکانات ارتباطی ما هم امکانات محدودی هستند. فقط باید به این امید بود و به امید تغییر جامعه ایران توسط خود جامعه ایران و توسط در واقع فرزندان و نیروهای زنده خود این جامعه. چه کار میشه کرد؟ خانواده ها چه میتونن بکنن برای اینکه این فرهنگ دوگانه رو اصلاح بکنن؟ یا خود خانواده ها هم به دید شما قربانی این شعارها هستن؟ بله، در یکی از راه‌ها مسئله همین وسایل ارتباط جمعیه که از طریق ماهواره‌ها میتوانند در ساخته شدن فرهنگ مقاومت در ایران کمک کنند. در اینجا باید من این نکته رو بگم که نظر شخصی من این است که به خصوص رسانه‌های ایرانی به خصوص کالیفرنیا در ایفای این نقش بسیار 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 بد عمل کردند و ضعیف بودند و اینقدر هدف کوچک و حقیری رو نشانه گرفتند که از رسالت خودشون غفلت کردند. ولی یکی از راهاش اینه، راه دیگرش اینه که مادران و پدران ایرانی میبایست فضای خانه رو، فضای سالمی، فضای پر از آزادی، پر از استدلال، پر از گفتگو، پر از منطق و پر از برابری حقوق بین زن و مرد، فضای خانه رو آنچنان به سمت مدل سلامت جلو ببرند که موجوداتی که در این خانه‌های امن پرورش پیدا می‌کنند به راحتی طعمه اون مقام و عنوان و پست و امتیازی که یک در واقع جامعه بیمار حاضر به اونها بشه ندن. یعنی اون یک پارچگی حداقل در خانه، در خانواده و با عزیزان و با نزدیکان شکل بگیره و سپس گفتگو درباره این مسائل در فضای امن خانه میتواند بسیار بسیار نسل متفاوتی رو به جامعه ارائه بده. خانم دکتر فرنودی، اجازه بدید یه پله مرحله بهتر کردن وضعیت رو پیش ببریم و به این شکل که از زبان شما روانشناسان ما بسیار شنیدیم افرادی که خودشون مورد سوء استفاده قرار میگیرن یا آزار قرار میگیرن کم کم به اون عادت میکنن و دیگه متوجه این نیستن که چه بهشون میگذره. اگر که اون افرادی که پدرها و مادرها و افرادی که باید اون قانون پر از آزادی و استدلال رو اونطور که شما به زیبایی تشریح کردین خلق بکنن، خودشون دچار این تأثیرات این فرهنگ شعار یا این تهاجم فرهنگی شعار دولتی شدند، اونها چطور میتونن از این قضیه خودشون رو آگاه کنن
و راهی رو شما پیشنهاد بکنید برای اینکه اون افراد هم بتونن به یک تفکر سالم و سازنده دست پیدا بکنن. بله، یکی از راهاش متاسفانه در نمونه‌های فردی، یکی از راهاش مراجعه به روانشناس و بازسازی شخصیت. خب در سطح ملی و این چنین گسترده این کار شاید اونقدر مقدور نباشه، ولی این خودش باز رسالت بیشتری رو، مسئولیت بیشتری رو بر عهده متخصصین میگذاره که از طریق نوشتن مثلا همین کتاب کوچک جامعه شناسی خودمانی که اصلا هم یه کار تحقیقی عجیب و غریب نیست، بسیار در ذهنیت ایرانی‌ها من دیدم نفوذ کرده. یعنی ما کار آموزش رو، ما الان در واقع یک انقلاب آموزشی احتیاج داریم برای اینکه زخم‌های کهنه تاریخی خودمون و روان قومی و جمعیمون رو که یک روان تجاوز دیده و آسیب دیده هست باز بداریم، از اینکه این حلقه خشونت رو باز تولید کنه و این چرخه خشونت در واقع یک جای قطع بشه. بله، از مادر و پدران امروزی آنی باید به تراوت که در خود اونها نیست، ولی این کار ممکنه، مقدور، راهش آموزشه و تلاشه و رسیدن به این حقیقت که ما آزاری رو که خود دیدیم نمیتونیم به دیگران بدیم. ولی البته همونطور که شما اشاره کردید این احتیاج به تلاش و درمان داره. در سطح جمعیش آموزش، در سطح فردیش مراجعه به درمانگرانی که بتوانند